ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدانیم. این امامت تشیع است. اما اگر کسی آمد امیرالمؤمنین را از خدا جدا دانست، قضیه خوارج، حکم تکفیر داد، بیادبی کرد، لعن کرد، یا فرد دیگری آمد در حب امیرالمؤمنین به قول خودش اونقدر غرقه که علی اللهی می شود. یک کسی میاد امیرالمؤمنین را کافر میخواند، فرد دومی میاد امیرالمؤمنین را خدا میخواند، هر دو باطل. این افراط و تفریطه. این جدا شدن از جاده عدالت است. حد اعتدال چیه؟ ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدانیم. امیرالمؤمنین بنده خداست، عبد خوب خداست، ولی خداست، حجت خداست، نور خداست، ید الله هست، اذن الله هست، عین الله هست. از خدا جدا نیست. عین الله، نور الله، ید الله، ولی الله. ما علی را خدا نمیدانیم، اما ولی الله میدانیم، حجت الله میدانیم، آیت الله العظمی میدانیم. بزرگترین آیه حق امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. اما اون کسی که تکفیر میکند مثل خوارج نهروان، به امیرالمؤمنین بیادبی میکند، لعن میکند، یا اون کسی که علی اللهی میشود، این جاده عدالت نیست.